نام خداوند بخشنده مهربان نهایت و رحم. اما بعد، سلام علیکم دوستان عزیز و مهربانم. یک مکر زن لاشه صدها خر بار باشد، صد مکر کند شیطان شاگرد زنک باشد. دوستان عزیزم، خواستم که برایتان یک قصه جالبی را پیشکش نمایم. اولا میخواهم بگویم که با گفتن این قصه به عزت نفس یگان زنها رسیدنی نیستیم. زنها در اسلام مقام و منزلتی بالای نیز دارند، اما جای قصه را شنیدم بسیار قصه جالب بود. دوستان عزیز، تصمیم گرفتم برای شما نیز بگویم. دختر جوان میگوید وقتا که از کوچه گذر میکرد، ناگهان چشمش به دکان به مغازه افتاد که در بالای مغازه با حرفهای کلان نوشته شده بود که مکر مردها زورتر، قویتر، بالاتر از مکر زنهاست. مگر دختر خواست اثبات بکند که مکر زنها خوبتر و بالاتر است. وارد دکان آن جوان شد. واقعا میگه دختر زیبا بود. چندین روزها این عملش را انجام داد. وقتی که این مرد جوان میگه نظر به این دختر میکرد، مدت چند روز وقتی که داخل شد دل به این دختر بست. بعد از چند روز خواست به دختر سخن کند و دختر گفت من دختر پادشاه هستم و پدرم هر وقت که به خانه ما خواستگاری می آید، پدرم به خواستگارها می گوید که دختر من کر است و کور است و شل است و این چنین با این سخنش خواستگارها را از خانه رد می کند. من بسیار غمگین هستم. جوان می گوید گفت آیا من به تو محقول هستم؟ دختر گفت بله. گفت نباشد 50% کار حل است. تو سراغه خانه پادشاه را به من بده و من خود فردا به خانه پادشاه به خواستگاری می روم. میگوید فردا میگد به خانه پادشاه به خواستگاری رفت و پادشاه به اون جوان گفت تمام وضعیت رو که دختر دارم نابینا است، گنگ است، کر است و پایهایش نیز شل هستند. آیا تو راضی هستی که با چنین دختر خواستگاری کنی؟ جوان میگه وقتی که عاشق آن دختر زیبا شده بود گفت بله ای پادشاهی عزیز، راضی هستم که با چنین دختر اگرچند که چنین عیب‌ها را داشته باشد راضی هستم که با اون ازدواج بکنم. میگه هر دو به مصلحت آمدن و فردا رفت جوان و با هم نکاح کردن. وقتی که نکاح کردن، دختر را وقتی که با این جوان رو پرو انداختن، یا وقتی که جوان دید واقعا دختر چشمایش نابینا بود، گوشهایش نمی شنیدن و واقعا در یک جا نشسته و شل بود و با خود فکر کرد که این چی درد سری بود که با خود خریدم. میگوید در فکر فرو رفته بود و فردا که به مغازه خود با سر ویران آمده نشسته بود، دختر آمد و با تمسخر کنان و با خنده گفت ان جوان چی کار کردی؟ رفتی به خواستگاری؟ جوان میگوید با غضب گفت تو چی کاری رو برای من کردی؟ چی کاری رو انجام دادی؟ دختر تبسم کرد و گفت کلید این کار در دست من است. گفت چی گونه؟ گفت تنها یک راه است. تمام دیوانه ها و تمام انسان های پستی که در جامعه هستند در کوچه ها می گردن، اونها رو جمع میکنی با خود و روزی توی وقتی که وارد خانه پادشاه میشوی
همه این با همراهی اینها داخل خانه پادشاه می شوید. و بعد از آن میگوید با چنین مصلحت دختر به خانه پادشاه در آمد. وقتی که پادشاه سوال کرد اینها کی ها هستند، جوان گفت اینها اهل و بیت و خانواده و خویشاوندان من هستند. پادشاه گفت تو نمیبینی که چنین جا در چنین مکان قرار داری؟ مگر اینها به خانواده ما راست می آیند؟ جوان گفت من نمیتوانم که از بحر دختر شما از بحر خانواده خود گذرم. اگر خواهید همین، اگر نخواهید من گذشتنی نیستم. پادشاه می گفت اگر که خواهی که دختر مرا بگیری پس این خانوادت را از اینجا دفع بکن. بعد از آن میگوید جوان نیز اصرار کرد که من به خانواده‌ام توی نخواهم کرد. و پادشاه نیز اصرار کرد که من چنین دختری ندارم برای چنین اهل خانواده. و بعد از آن این جوان را با اهل خانوادهش، با اون مردمی که بگیم دیوانه بودن و در کوچه ها میگشتن، با همراهی همه آنها از خانه پیش کرد. و بعد از آن برگشت و به مغازه خود و دستهایش را برداشت و گفت واقعا مکر زنها بالاتر از مکر مردها بوده است. در اینجا رسیدیم به پایان قصه دیگر. دوستان عزیز، از شما خواهش میکنم دوستان عزیز فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید و برای دستگیری ما ویدیو را به دیگر دوستان بفرستید دوستان عزیز. و در آخر خواستم یک نشید، یک شعر تاجیکی و بسیار پرمضمون را بهرتان پیشکش نمایم. بسیار با صدای شیرین است، واقعا آرام کننده قلب است، با صدای محمد اقبال رشتی. السلام علیکم و رحمت الله. باری گناه بدوشم، شرمنده و خموشم، کجاست عقل و هوشم که در روا بکوشم. شربت عیش بنوشم، راه خطا فروشم، در بحر دین بجوشم، با ناله و خروشم. شرمنده گناهم ببین حال تباهم، ز دل فریاد آهم صدای صبحگاهم. هزار خطر براهم دنیاست همچو چاهم، به پیش او چو کاهم برفت نور ماهم. عمرست که در خطایم رفت از دل صدایم، انسان بی وفایم از حقیقت جدایم. در ناز چون گدایم یا ربی کن رهایم، شنو تو گریه هایم اگرچه پر جفایم. یا رب تو مهربانی خلاقی انس و جانی، بده به ما امانی در عمر نوجوانی. آه از روزگرانی ساعتی حق بیانی، اگر شاه زمانی از مرگ دور نمانی. سود جهان رهی اوست جایش به دل مو به موست، عشق او عیب است نکوست کلید وصلش وضوست. گفتش اصل نموس نام او دارای بوس، خوشاورا که حق جوست دل راز اصل شرشوس. تا کی مقام بجویی گلی بوی دبویی، هنوز زود است بگویی خار ره برویی.
بیا به جستجویی مسیر پرنمویی، دریاب گفتگویی محفل شستشویی. بیا ز خواب برخیز از راه شر بپرهیز، به فریاد سحرخیز گذر راه خطرخیز. مشو در زندگی تیز، حق را به حق بیامیز، خود را به حسن آویز، به صحرای ثمرخیز. بیا به دیده بنشین به کردار بهترین، به حسن زیباترین ز احکام رهیدین. بیا به دیده بنشین به کردار بهترین، به حسن زیباترین ز احکام رهیدین. ز باغ دین گل بچین راه محبان گزین، عالم به چشمت ببین که مرگ بگردد یقین. به حق بکن تو آغاز در فضای و پرواز، به خلق خویش بپرداز تا کی همه کنی ناز. بگیر تو دوست دمساز به این عمر خطرساز، مشو تو فرد غماز که دل شود به او باز. اشک بریز در عالم اگر تو هست آدم، دریاب ز راه خاتم قانع بسیار و کم. بزن دنیا را به هم گردن پیشش مکن خم، برون کن ز سینه نم همچو سلمانی عجم. ابوبکر زمان شو چو عمر قهرمان شو، عثمان با ایمان شو علی پهلوان شو. خالد دشمنان شو در راه دین روان شو، چو گنجی نگران شو عصای مومنان شو. خواهر جان تو جانی هدیه الی مکانی، عایشه زمانی اگر قدرت بدانی. اگر فاطمه دانی همیشه در امانی، بکش تا پاک بمانی در این جهان فانی. اقبال تو غافل مشو انسانی به دل مشو، در عشق کاهل مشو خشک ساحل مشو. اقبال تو غافل مشو انسان به دل مشو، در عشق کاهل مشو خشک ساحل مشو.